سلام و وقت بخیری دارم خدمت همه دوستای عزیز، همه کسایی که چینل یوتیوب موسی میرزایی را بیننده هستند. دوستای عزیز، امروز تاریخ 16/1/1405 ساعت 3 بعد از ظهر. دوستا امروز طرف رشخور آمدیم، طرف چهارآسیاب. گفتیم که یک ویدیوی کوتاه برای عزیزا داشته باشیم از آب و هوا و ساحه‌ای که ما آمدیم، کشت و کشاورزی و دیگه محلی که آمدیم برای شما ویدیو بگیریم. البته ویدیوی کوتاه که هیچ فرقی با هزارجات نمیکنه. مثل هزارجات و کشاورزی هستند، گندم هستند، دیگه جو هستند، هیچ تفاوتی با هزارجات نداره. امروز هم که ابری هستن، باران نیستن، احتمال باران هم وجود داره. همونطوری که میبینین و کوه بلندی که میبینین کوه قوریق یا همون تپه اسکارد هستن. دیگه همون رقمی که دور بخوریم دیگه طرف غرب کابل دشت برچی و هم کوه افشار هستن. دیگه این هم که کوه تلویزیون هستن. کسایی که در کابل است میفهمن. دوستای عزیزم، انشالله که می رقمی از ویدیوهای کوتاه و بلند خود ادامه میدیم. انشالله که روزهای غیر بارانی بریم ولسوالی چهارآسیاب که طرف شرق کابل گفته میشه یا جنوب کابل، که از اونجا مگه خواست خدا بود ویدیو میگیریم. انشالله که در ادامه هوا گرم شود. انشالله اگر خواست خدا بود میریم طرف ولایت های افغانستان، یک سفری کوتاه شاید در بامیان داشته باشیم. دیگه راستی دوستای عزیز، شب گذشته یک زمین لرزی خیلی شدید بگیم که در شهر کابل اتفاق افتاد. امیدوار هستم که دوستای ما، عزیزای ما از این زلزله یا زمین لرزه طبیعی در امان باشد، که کدام آسیبی در شما نرسیده باشد. دوستای عزیز، دیگه فعلا ویدیوی ما همین قدر بود. خدا نگهدار، روز خوش، بدرود.